کشاورزی فقیر از اهالی اسکاتلند فلمینگ نام داشت. یک روز در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده‌اش بود، از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید. وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سمت باتلاق دوید. پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود، فریاد میزد و تلاش میکرد تا خودش را آزاد کند. فارمر فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات داد. روز بعد کالسکه مجلل به منزل محقر فارمر فلمینگ رسید. مرد اشرافزاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر فلمینگ نجاتش داده بود. اشرافزاده گفت میخواهم جبران کنم. شما زندگی پسرم را نجات دادی. کشاورز اسکاتلندی جواب داد من نمیتوانم برای کاری که انجام دادم پولی بگیرم. در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد. اشرافزاده پرسید پسر شماست؟ کشاورز با افتخار جواب داد بله. با هم معامله می‌کنیم. اجازه بدهید او را همراه خود ببرم تا تحصیل کند. اگر شبیه پدرش باشد به مردی تبدیل خواهد شد که تو به او افتخار خواهی کرد. پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همینطور ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان سر الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین مشهور شد. سالها بعد پسر همان اشرافزاده به ذاتوریه مبتلا شد. میدانی چه چیزی نجاتش داد؟ پنیسیلین.